آیا می‌خواهید در امتحان کانکور موفق شوید؟ من کلید طلایی آمادگی را به شما میگویم. این ویدیو را تا آخر ببینید. چگونه دوره موفق برای کنکور خود داشته باشید؟ دوستای نازنین، به خاطر از اینکه دوره کنکور ما موفق باشه و کسایی هم که فکر میکنین که درسایتان یک ذره خوب نبوده، ببینید در یکی از قسمت ها مشکل داشتین. اول استفاده درست از مکتب است. عزیز دل من، کنکور تو وقتی سعیست که در مکتب هم خوب درس بخونی. ایتونی که در مکتب اگه ساعت خالی بود تو ریشخندی کنی، ساعت خالی بود تو منیس یک شاگرد هدفمند بشینی درس تا بخونی. معلم نامده تو درس تا بخونی، یا معلم که درس میته با تمام وجود متوجه باشی از درس معلم تا یاد بگیری. تنها کل کار صنف کنکور نیست، مکتب تو هم کمکت میکنه، همو درس است. این یک گپ. دوم، از صنف کنکورت خوب استفاده کنی. زیاد شاگردا چرا ما ناراحت میباشیم بعضن کتان فیس خودم میتین، وقت خودم میمونین، اما استفاده که باید از صنف کنکور کنین متاسفانه نمیکنین، برداشتی که باید بکنین نمیکنین. بسیار کم انگوش شما را آدم میبینه که او فقط کل هوش و فکرش همیست که باید از صنف یک چیزی برداشت کنه. امروزه شکر ویدیوهای درسی، اکثر استادا ویدیوی درسی جور کرده. در پالی صنف کنکور، در پالی مکتب ویدیوهای درسی رو هم بگی. هر عنوانی که در کورس میخونی 2 رقم میتونی ویدیو رو تعقیب کنی، یا پیش از پیش او ویدیو رو ببین، بیا در صنف تو درس دیدی بعدش هم می در صنف دوباره استاد بر درس میتی، یا در ختمش هم رو ببین، یا حداقل اگه او کار نمیکنی حالی ویدیو رو بگی. هر بخشی که ضعیف هستی، مثلا در تابع ضعیف هستی، برو تنها تابع رو ببین. در لیمیت مشکل داری، در فیزیک برق مشکل داری، همون قسمت ها رو برات دوباره ببین. بنان از ویدیو استفاده کن. درس روزمره خواندن دوستای نازنینم. اگه یک رمز موفقیت از ما پرسان کنیم در کنکورم در پانتون که استاد چی موفق ما میسازه؟ روزمره درس خواندن. شاگردی کنکور درس باخته پانتون باخته که درس به روز دیگه میمونه. روزمره بخونی پسمان نمیشی. باز اگه بگی 2 نوع شاگرد، یکی خوب باهوش ولی روزمره درس نمیخونه، یکی متوسط ولی روزمره درس میخونه. متوسط روزمره کامیاب است. بنان روزمره عزیز دل در سکایت بخون، به روز فردا به صبح نمان. به نام صبح نداریم، امروز درس تا خلاص کن. حذف عوامل مزاحم بسیار مهم است دوستای نازنین. تلفن، فیسبوک، اینترنت، تلویزیون، قصای ناحق، چکر رفتنای بی جای، اینا کلش عوامل مزاحم در جریان درس است. بچیم دوره درسی تو خوب استفاده کو، برای کل چیز وقت میافه. ای تو تلفن ها بیا که تو ایران بانی که چی رقم از خود تلفنت کتت گپ بزنه. ای تو تلویزیون ها بیا اینک بوش خود دم بین تلویزیون در بچهای فیلمش باشی. ولی دوره درسی تو دیگه نمیه عزیز دل من. دوره درسی دیگه نمیه. این یک زمان بسیار اساس و مهم است که باید شما از خوب استفاده کنید. آداب صنف مراعات کردن بسیار مهم است شاگردای نازنینم. ببینین امی اساس دین ما و شما ادب است. مسلمانی که ادب نداشت سر ایمان خود شک کنه. هر چیز آداب داره. مثلا دین کل سر آداب است. آداب نماز داری. مثلا مسجد میری پاک بری، در مسجد سر صدا نکنی، با وقت بری و امثال از این گپا. بر مسلمان خمی خود 5 وقت نماز باید تقسیم اوقات و وقت آمدن بده. فاتحه مثلا آداب داره. تو نمیتونی در فاتحه کسی بری قد بخندی یا درسیش بری گریه کنی. آداب وجود داره. صنف آداب داره عزیز دلم. آداب صنفی است که وقتر از استاد بیایی. یک دفعه از خود سوال کن چند نفر صنفی های شما ناوقت میامد به صنف؟ ما درس 1.5 ساعته داریم، 1 ساعت هم ناوقت شاگرد به صنف آمده. خب بچی گلمی نمی بر از شاگرد اگه بگویی درس خیال نرفته 1 ساعت ناوقت آمده، عنوان مانده، مرور مانده. با وجودی که ما به می خاطر همیشه کوشش کردیم که 20 دقیقه نیم ساعت ناوقتر شروع کنیم، سر شاگردا مرور کردیم، درس خود مرور کردیم که شاگرد پوره شود. شاگردی که 1 ساعت ناوقت میاد ازش پرسان کنی کی ملامت است؟ والا استاد ملامت است، خوب درس نداده. خب بچه تو 1 ساعت ناوقت آمدی. اول می دیسیپلین تو یاد نگرفتی. فرض مثال تو دکتر شدی، مریض سر میز جراحی ملاقه خورده بره الا زنده بونم که دکترم نیم ساعت ناوقت بیاد. خب مریض مرد تا تو نیم ساعت ناوقت می. تو دیسیپلین باید یاد بگیری. وقتر بسون بیایی. بچین ببین این کارو میکنی نمیکنی، که نمیکنی تو خب خراب است دیگه. ادب مراعات نکردی سیستم هم خراب میشه پیشت. آیا در وقت استاد درس میته گپ میزنی نمیزنی؟ خب گپ میزنی بی ادبی خراب میکنی. ادب صنفی است که چوب میباشی استاد گپ میزنه تو درس گوش بگی. آیا کتاب آوردی ناوردی شاگرد میاد کتاب کنکورش پیش نیست. خب معلوم درس تو چی را گوش میکنی؟ طرف چی سیل داری؟ معلوم درس قصه میکنی که پروفایلت. خودت از درس پروفایل از درس چند نفر دیگه از درس و به استاد مزاحمت. از بین صنف میبرایی. از بین صنف به چی ضرورت آدم برای؟
استاد والا تو کم قیت نگاه نمیتونی، تو وطن نگاه خود کردی 1.5 ساعت همیت نگاه نمیتونی. نیست بچیم. من میفاین اولش سالا که هر سال شروع میشه 4-5 خواهش از شاگرد میکنم. ببینین یکیش به خاطر خودم نمی باشه. میگم بچیم وقت بیا غیر حاضری نکو. یک روز که غیر حاضری که در زنجیر داره پس یک ماه تو رو جبران کرده نمیتونی. در صنف گپ نزن، کتاب تا بیار، از بین درس نبرای، تا نفهمیدی سوال کو، روزمره درس تا تکرار کو. میفهمین یک شاگرد مجبور مساخته کار شاگردا می 5 خواهش نمیکنم. میگم بچیم فقط در صنف گپ نزن. مبرای اصلا میای ناوقت میای وقت میری سرت در وقت صنف در خواه میمانی. هر چی میکنی ما تسلیم دیگه. حالا سیستم پول است، تو پول میتی. مخلوقرت هستیم، استاد نیستیم. من نه بچیم از تو بلار سایت خواستیم، نه استاد گفتیم شما پیشوریم هستین، ولی این 5 خواهش به خاطر درس خودت است نمیکنی مراد. باز میفهمین یک استادی که شاگرد میزنه کل فیسبوک ها نشته میکنه اوه شاگرد زد. البته به خاطر خود نمیگم، فقط واقعیت میگم. من 20 چند سال میشه یک شاگردم دست بالا نکردیم سرش. قال مقال میکنم ولی هیچ وقت نه شاگرد هیچ کس تا ولی دست بالا نکردیم در زندگی خود. ولی گپ براتون میگم خود باز یک استاد که کسلی شاگرد زد او کل فیسبوک نشته میکنن، فکر میکنی مردم کلش از آسمان آمده، هیچ واقعیت ها رو ندیده. که استاد چطور خود اجازه میده دست بالا کنه؟ او بیادر تو از شاگرد صنف 12 طفلم نیست. 5 تا خواهش داری من از تو پرسان میکنم. هیچ ازم استاد نه بیخی کافر سر از بیچارم باز معذرت خواهی میکنی. باز خوشم هستی که معذرت خواهی کرد از شاگرد چی؟ من طرفدار زدن کندن نیستم، میفهمید، ولی مثال میگم واقعیت اجتماع را. تو یک شاگرد ازش عذر میکنی، روز اول خواهش میکنی بچه این وقت بیا در صنف گپ نزن، کتاب تا بیار، متوجه درس باش، از درس نبرای. و همین شاگرد یکی از اینا رو نمیکنه. بازم میگه برو از کلش مرتیر خیر فقط گپ نزن. مبرای دروازه واز مدرای دروازه واز میخوانی نمیخوانی، کتاب میاری نمیاری، در صنف خو میکنی کتی هم هیچ کار ندارم. فقط در وقت درسم گپ نزن که مزاحمت میشه. همین گپ زده میره. به خدا که اولادت نمیکنی حوصله. اینجا استادای کورس صدیقی شما دیدین از خودشان که شما را دوست دارن، اما بد زبانشان مستم و نهایت نقال مقال دارم چیزی ندارم. ولی بچیم یک دفعه از خودم خود سوال کنین، سر به گریبان خودم کنین، تو طفل نیستی، تو نام خدا شاگرد صنف 12 هستی. تو باید در سیاست وطن نقش داشته باشی، تو باید در روز نان پیدا کردن خانه‌ات نقش داشته باشی، تو در اقتصاد کشور نقش داشته باشی. انوس تو را معلم به خدا نقش و معلمی. من چندین سال از استاد امین میگم مر علاوه دیگه درس نمیتونم، بعدم شد من کل جای الا دادیم. به همین خاطر من جور نمیم کتم تو شاگردی که غیرت نداشته باشه، همت نداشته باشه، درد وطن فراموشش باشه، درد خانواده فراموشش باشه، او دستم گپ بزنم معلمی شدم ملازمی. بچه گپ نزن، شوخی نکو، این نکو، این خو نشد معلمی. این کار ملازم است. بچه قندم بنان آداب صنف مراعات کنیم، آداب خانه را مراعات کنیم. بچه گلم در خانه با ادب باشیم. در خانه که با ادب باشی فامیلا میگه بچیم برو تو درسکای تا بخوان خیر یک ذره کار خانه رو کم کن. در خانه قال مقال میکنیم. باقی دیگه اخلاق تا دستم میبینم در خانه هم چی رقم هستی. خرا البته رو اونایی که صنف اولاد شما خو هنوز ماندی. موضوع دیگه برنامه‌ریزی و تقسیم اوقات از در جریان کنکور باید ادب داشته باشیم، برنامه‌ریزی داشته باشیم، مضامین خود چطور تکرار کنیم، اینا کمک ما میکنه. امتحانات هفته‌وار باز شما ببینین یک تعداد صنفیتون روز جمعه امتحان برش جور میشه، در امتحان اشتراک نمیکنه. عزیز دل من این دوره بر تو هیچ چیز نباید از کنکورت کردن مهم باشه. کجا میری چی میکنی؟ یا نا وقت از خواه خستی یا چکر یا میمانی رفتی. تیر شو از اینا. میمانی هم سر جایش است، شمالی هم فرار نمیکنه، جلال آباد هم فرار نمیکنه. بسال باز بخیر یک چکرک تا برو. امسال درس تا بخوان. روز جمعه امتحان تا نمی. خب به می خاطر است امتحان کنکوره. کسی که 100 دفعه امتحان داده در جریان سال و از پیش دیگه امتحان خراب نمیشه در کنکور. ولی اون که روزای جمعه در امتحان غیر حاضری کرده اوجه کرفت از پیشش پارچه گدوات میشه. از همین چند هفته‌ای که مونده لطفاً غیر حاضری نکن. بیا استراب امتحانت پایین بیار. هر قدر زیادتر اینجا تستار حل کنی اما قدر راحت تر می باشی. موضوع دیگه مدیریت استرس از بعضی شاگردا ور خطا میشن. متاسفانه بعضن دلایقام یالت می باشه، لایق است ولی بیچاره ور خطاست، درس از پیش خراب میشه. استرس و استراب درس تا خراب میکنه. خدا به خدا بسپار، با قلب مطمئن، با ادب. امیر بخوان
ثواب از اینمی به کل عمر بسته است. یعنی اگر خدا را شاید بگیرید 12 سال رفت و آمد مکتب یک عمر است. ثواب از اینمی دیگه هیچ خلاصی نداره. تو هر روز رفتی آمدی برای درس خواندن، هر روز صنف آمدی رفتی، ثواب حساب میشه. ولی با قلب مطمئن خدا به خدا بسپارین. تغذیه خوب و خواب منظم. عزیز دل من، تغذیه خوب که میگم چیزای بسیار قیمتی هدفم نیست. میوه شکر دینم وطن ما فراوان و ارزان است، سبزیجات فراوان. این دو منبع بهترین است بر حافظه. ویتامینایی که تو به حافظه نیاز داری کلش دیگه است. و در پولش یک ذره پروتئین هم که شب شیر و تخم اینا ارزان است. روزانه مثلا یک تخم مرغ بخوری، میوه بخوری، اینا بسیار حافظه کار میکنه، چون ویتامین اینا ضرورت میداشته باشه. و خواب منظم. متاسفانه باز یک مشکل در شاگرد کنکور موضوع استاد من 3 ساعت خواب میکنم، من 4 ساعت خواب میکنم. تو خراب میکنی بچه. من 7 ساعت خواب تکو 17 ساعت دیگه بر تو میمانه. 17 ساعت تو بخوای تا مریخ رفته میتونی درس کنکور خوابات. 17 ساعت تو پیاده 1 سال شروع که وقت ببینید در مریخ رسیدی پیش از ایلان ماسک. کنکور آسان است، نکنی تو سرت ظلم. خوابت که خراب کرده رفتی. حافظه وقتی خوب کار میکنه که خواب عمیق میریم. و قاعده اصلی است که هر قدر درس زیاد میخونی، کار دماغی زیاد میکنی، خوابت باید زیاد کنی. ما چی میکنیم؟ از این طرف کار دماغی، از این طرف خواب. میبینی رنگ شاگردا بعد از نیم سال کلشان رنگکایشان پریده، رنگشان زرد، کم خواب، چشمکایشان حلقه زده. جگر خود بشم خود دوستان داریم. این قصر خوابتان فشار نبره. 7 ساعت خوابتان پوره کنین. در جریان روز درسایتان بخونین و روش های یادگیری را اگر بلد باشین بسیار زیاد میتونه کمک کنه. بعضی ما درس میخونیم ولی بلد نیستیم چه رقم درس بخونیم. امروزه دوستای نازنین بسیار روش های یادگیری است که توسط تو میتونی خوب درس یاد بگیری و بر دائم به یادت